سلام بچه، خوش اومدیم این ویدیو. توی ویدیو میخوام بهتون دو تا برنامه رو معرفی کنم که باش بتونین توی بازی خیلی رجیستری بهتری داشته باشین، پکلاس کمتری بگیرین، مخصوصا بازیایی که با نت ما خیلی مشکل دارن، برای مثال ایپکس، فاینالز و مارول رایوالز. به شخص خودم توی این ست گیم که بازی کردم واقعا پکلاس زیادی میگرفتم. یکی از این برنامه ها استفاده کنم. دو تا برنامه هستش، دوتاشون یه شرکت زده، شبیه همن کاملا لحاظ منو. یه سری آپشن فرق میکنه ولی دوتاشون همون کار رو انجام میدن براتون، همون پینگو بهتون میدن و شخصا من از این برنامه دارم استفاده میکنم. دوتاش استفاده کردم ولی الان فعلا فقط دارم از این برنامه استفاده میکنم. اسم برنامه لگوفست هستش. اون یکی برنامه گیراب بوستره. دوتاشون یه شرکت زده، هیچ فرقی ندارم. چی لگو فست داره که اون یکی نداره و من همش مثلا لگو فست رو کلا دیگه استفاده کنم گیرا کنم. اول از همه آپشنایی که این سمت راست دارین، اینجا کلی تولز خفن دارین شما. FPS بوست، اسکرین شات ترنسلیشن. بهتر از همه که من خودم استفاده میکنم این بست گرافیکه و تو همه بازی اینو داره. بهترین سیتینگ گرافیک اون گیم رو داره، براتون ست میکنه. دوتا حالت، یه دونه ریکامندد، یه دونه سوپریمه. سوپریم چیه؟ ریکامندد چیه؟ فرقشون ریکامندد معمولا بالانس میذاره براتون، یه گرافیک کریسپی داشته باشین، گرافیک اوکی باشه، خیلی پوتیتو نباشه، خیلی زشت نباشه و در کنارش هم یه پرفورمنس خوبی بگیرین، FPS اوکی بگیرین. سوپریم دیگه خیلی دیگه همه چی رو لو میکنه که یه بیشترین FPSی که سیستمتون بتونه رو بهتون بده. اینجا اپتیمایزیشن رو میزنین، خودش ست میکنه خیلی راحت. یه آپشن اینجاست میزنین تمام. خب بازم میگم منوها یکیه، فقط حالا آپشن این لگوفسته که یکم بیشتر، اینا منو همونه، اصلا بحث کانکشنشون یکیه. الان من توی مارول رایوالز سرور اروپا انتخاب کردم، فرانکفورت. قسمت نودم گذاشتم خودش برام انتخاب کنه، ولی حالا شما میتونید تغییر بدین. چه موقعی نیاز تغییر بدید؟ بعضی اوقات خیلی کم پیش میاد. پکت لاس میگیرین، موقع میاین اینجا و برای مثال اگه من نودم این باشه میام پایینی رو برمیدارم و معمولا مشکل رو حل میکنم. یه آپشن خوبه دیگه ای که این برنامه داره و دوتاشون دارن، میگم 80-90% یکیه، یکم فقط فرق داره. دیسکورد هم در کنار اون بازی که میخواین میاره براتون داره. آپشن خفن دیگه که برنامه داره که باز گیراب هم داره، حدود 80-90%شون یکیه کلا. بوست دیسکورد هستش که بدون هیچ DNSی دیسکورد هم در کنار اون برنامه که داره بوست میشه، بازی میخواد بیاد بالا براتون میاره. الان بدون هیچ DNS دیسکورد هم اومده بالا، توی سرور نشستم. خب این مارول رایوالز یکی از بازیه که مشکل پکلاس الان ایرانی توش دارن، پلاگین نمیتونن درست بکنن، پکت دارن پیکشون بالاست. الان من با پینگ 94 من دارم پلی میدم، با پینگ 90 من دارم الان پلی میدم. البته این پرکتیس رنج توی بازی فکر کنم حدود 100 سر در خود کلا برم. با نت گوشی که پلی میدم 130 نت همراه. حالا باز بستگی داره که تو منطقه نتتون چقدر بالا قطع باشه، چقدر خوب باشه، بستگی همش به نت خودتون تو اون منطقه. حتما اگه سوالی داشتین، انتقادی داشتین، حتما توی کامنت بنویسین. مرسی که تا آخر ویدیو بودین. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی میبینم.